مارکتینگ میکنیم، ادورتایزینگ میکنیم، تبلیغات میکنیم و حتی یه دونه مشتری نمیگیریم. امروز میخوام یک بار برای همیشه این رو بگم که چرا این اتفاق میفته. اولین و مهمترین چیز قدمت بیزینسه. بیزینس هیستوری نداره در الگوریتم ها. 2 وبسایتمون خوب نیست. 3 حلقه IMC بسته نیست. و 4 باجت کافی نداریم. دقت کنید، باجت کافی نداریم. خود گوگل میگه باید روزی $55 به من بدین تا من شما رو تا حدودی نشون بدم. روزی $55 یعنی ماهی $1500-600. متا اصلا امکان نداره شما ماهی $1000 کمتر بهش بدین در ماه و بتونه کار. پس ببینید $2-3,000 ماه میشه باجت. این که یه نفر پیدا میشه میگه آقا من $500 میگیرم، $200 میگیرم، این کارو برای شما میکنم، اینجوری میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط دارین خورده خورده پول از دست میدین. نیاز دارین، خوشحال میشم در خدمتتون باشم.